سلام، خیلی خوش اومدی به ویدیو جدید از کانال اوترا ترید. من عرفانم. امروز اومدم مفاهیم پایه‌ای ترید رو بهتون یاد بدم، پس حتما همراه من باشین تا آخر این ویدیو. بدون معطلی بریم سراغ آموزشمون. اولین اصطلاحی که خیلی شما به گوشتون میخوره اصطلاح پوزیشن هستش. پوزیشن یعنی معامله باز کردن. حالا کلمه لغویش هم موقعیت میشه، اون موقعیتی که شما وارد معامله میشید. برای معامله باز کردن شما دو تا گزینه دارین که باید انجام بدین. یه دونه گزینه خرید هست، یه دونه گزینه فروش هستش. خرید به معنای این که شما یک دارایی رو بخرین تا وقتی که قیمتش زیاد میشه ازش سود کنین. فروش هم دقیقا معنای همون رو میده، یعنی شما یک دارایی رو بخرین تا وقتی که قیمتش ریزش پیدا میکنه و ارزشش کم میشه از اون کسب سود کنید. اصطلاحا وقتی که شما یک دارایی رو میخرین میگن که وارد پوزیشن لانگ شدین. میفروشین هم میگن که اصطلاحا وارد پوزیشن شورت شدین. حالا لانگ و شورت رو من معانیشو اینجا نوشتم. چرا این نامگذاری شده؟ این یه اصطلاحه، یعنی اینکه توی بازارهای مالی شما وقتی که یک دارایی رو میخرین اصطلاحا وارد پوزیشن لانگ شدین و وقتی که میفروشین اصطلاحا وارد پوزیشن شورت شدین. پس وقتی که اسم لانگ و شورت به گوشتون خورد بدونین که لانگ یعنی خرید و شورت هم یعنی فروش. علت نامگذاری این دوتا اینه که معمولا وقتی که قیمت میخواد رو به بالا حرکت کنه یکم زمان بیشتری میبره تا اینکه موقعی که قیمت میخواد ریزش کنه. معمولا ریزش ها خیلی سریعتر اتفاق میفتن. شما اینجا چارت رو ببینید قیمت چجوری ریخته، ولی همین حرکت رو میخواسته تا اینجا بیاد و اصلاح بده. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا لگ رفته، ولی اینو نگاه کنید توی یک لگ قیمت 1 و 2، توی 2 لگ قیمت چجوری ریخته و این ریزش خیلی سریعتر اتفاق افتاده. پس علت نامگذاری اینا اینه. دو تا اصطلاح دیگه هم که شما میشنوید و خیلی استفاده میشه و بیشتر توی بروکر ازش استفاده میشه و خواهید شنید، جلوتر خیلی کاملتر بهش یعنی توضیحاتشو میدم. خب اصطلاح بعدی که میخوایم راجبش با هم صحبت کنیم پیپ هستش. پیپ واحد اندازه‌گیری قیمته، مثل لیتر، مثل کیلوگرم، مثل سانتیمتر. قیمت هم برای اندازه‌گیری و تغییرات قیمت یک واحدی داره که اصطلاحاً بهش میگن پیپ. شما در همین حد یادتون باشه که واحد اندازه‌گیری قیمت پیپ هستش. من الان براتون اینجا هم مثال جفت ارزها رو آماده کردم، هم مثال طلا رو. طلا رو چون خودم روش معامله میکنم و هدفم هم از آموزش این دوره اینه که در نهایت ما رو طلا کار میکنیم و فقط کافیه که اطلاعات طلا رو خوب یاد بگیریم. ولی خب نمونه نماد جفت ارزها رو هم گذاشتم که برای اطلاعات شما بدونید. ببینید الان روی نماد یورو به یو اس دی هر پیپ تغییرات قیمت میشه رقم چهارم اعشار. یعنی اگه این 1 بشه 2 قیمت 1 پیپ تغییر کرده. ولی روی طلا متفاوته، دومین رقم اعشار وقتی تغییرات انجام میشه یعنی 1 پیپ. الان شما توجه کنید ما روی نماد طلا هستیم. ببینید قیمت فعل حال حاضر طلا 3204 450 هستش. دومین رقم اعشار که تغییر میکنه میشه 1 پیپ. ولی خب شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا اینجا 3 رقمه. رقم سوم میشه پیپت، یعنی رقم سوم اعشار. اینجا رو ببینید، اینجا این رقم سوم میشه پیپت و رقم دوم اعشار میشه 1 پیپ روی طلا. اینجا قیمت 1 پیپ حرکت کرده. برای اینکه قیمت $1 حرکت کنه باید تقریبا 100 پیپ قیمت حرکت کنه. یعنی این صفر اینجا میشه 99 صفر دیگه، اینجا 100 که جا نمیشه، صفر میشه
و یه رقم میاد عقب‌تر و 3205 قیمت $1 حرکت کرده، یعنی اینکه 100 پیپ حرکت کرده. الان روی طلا برای اینکه جا بیفته یه مثال بزنیم. ببینید الان این کندل رو کلا شما در نظر بگیرید، قیمت $6 $6 و 460 سنت حرکت کرده که میشه 464 پیپ. حالا روندش تقریبا الان این میشه حدوداً 600 پیپ. قیمت $6 که حرکت میکنه. اینطوری یادتون باشه برای طلا هر $1 حرکت طلا 100 پیپه. روی نمادهای جفت ارزها هم متفاوته، مثلا روی یورو یو اس دی یک جوره، روی ین ژاپن باز فرق میکنه و متفاوته. خب اصطلاح بعدی که راجبش باید بدونین اصطلاح لات یا لاتش هستش. لات معناش اینه واحد استاندارد حجمه، برای سایز حجم معاملای ما رو مشخص میکنه. مثلا روی نماد یورو به یو اس دی هر یک لات مساویه با 100,000 واحد از اون نماده. یعنی و مثلا الان 1/10 لات شما وقتی که یورو به یو اس دی میخرین یعنی 10,000 واحد یورو خریدیم و از اون طرف هم 10,000 واحد دلار فروختیم. برای ولی طلا متفاوت هستش. برای طلا شما وقتی 1 لات طلا میخرین 100,000 اونس طلا خریدین. وقتی 1/10 لات طلا میخرین 10,000 اونس طلا خریدین. شما وقتی که 1/100 طلا میخرید 1 اونس طلا خریدین. برای طلا این متفاوته و مقدار حجمتون رو مشخص میکنه. این حجم هم مثل شمشیر دولبه است دقیقاً. یعنی شما وقتی حجمتون رو میبرین بالا درسته که سود بیشتری میکنین، ولی از اون طرف هم که ممکنه ضررتون خیلی بیشتر بشه. مثلا بذار من برای $1 تغییرات قیمت یه مثال بزنم براتون جا بیفته کاملا. قیمت حالا $2. قیمت وقتی $2 روی طلا جابجا میشه، شما وقتی که 1/10 حجم از اون طلا رو میخرین یعنی 10,000 واحد از اون رو خریدین، هر $1 $10 به شما سود میده. درسته؟ مثلا وقتی شما بیاین نیم لات بخرین هر $1 تغییرات قیمت $50 به شما سود میده. هر 1 لات شما 1 لات طلا میخرین وقتی $100 سود میکنین، وقتی $1 قیمت حرکت میکنه. از اون طرف هم توجه کنید وقتی قیمت مثلا درسته شما $5 قیمت حرکت کنه $500 سود میکنید، ولی اگه $5 هم قیمت حرکت کنه ببینید $5 چقدر رو چارت کمه. یعنی با یه کندل تو تایم فریم 15 دقیقه این حرکت رو طلا اصلا با ایتیاری که داره انجام میده. از حجم معاملاتتون که برمیگرده به همون ریسک و مدیریت ریسک و سرمایه‌تون خیلی مهمه. در همین حد که بدونید که لات واحد اندازه‌گیری حجم برای سایز و اینکه هر 1 لات برابر با 100 واحد از اون نماد. 100,000 واحد 100,000 واحد از اون نماد. اصطلاح بعدی که میخوام راجبش باتون صحبت کنم لورج هستش یا اهرم مالی. لورج رو شما وقتی که توی بروکرتون حساب باز میکنین با این در واقع روبرو میشین، آشنا میشین. لورج در واقع یه وام موقتی که بروکر به شما میده که بتونید بیشتر از سرمایه‌تون معامله باز کنید. مثلا ما لورج 1/100 داریم، لورج 1/500 داریم، 1/1000 داریم. این 1/100 یعنی چی؟ یعنی شما هر $1 سرمایه که دارین میتونین باهاش $100 وارد پوزیشن بشین، وارد معامله بشین. این قابل برداشت نیست و فقط یک اهرمیه که شما ازش استفاده بکنید. وقتی شما لورج 1/500 که میگیریم بابت هر $1 میتونید تا $500 معامله باز بکنید یا پوزیشن باز بکنید. مثلا ببینید شما میخواین یاد بگیرین که چجوریه. مثلا $1000 سرمایه دارین، برای $1000 سرمایه این $1000 ضرب در 100 میشه. 1000 ضرب در 100 که برابره با
$100,000. لورج هم خیلی باید حواستون باشه، حتما مدیریت سرمایه داشته باشین. اینم شما وقتی که لورج های بالا انتخاب میکنین، بروکر بهتون اجازه میده تو حجمای زیاد وارد معامله بشین و اون حجما خب بیشتر از سرمایه‌تونه و ممکنه ضررهای سنگین بزنید. پس راجع به این موضوع هم خیلی حواست باشه. خب آخرین در واقع اصطلاحی که میخوایم با هم راجع بهش صحبت کنیم برای این ویدیو اصطلاح اسپرد هستش که به معنای اختلاف بین قیمت خرید و فروشه. شما وقتی یک چیزی رو اگه فروشنده میخرین حاضر نمیشه با همون قیمتی که به شما فروخته از شما بخره. معمولا یه اختلاف قیمتی بین خرید و فروش هست. ببین برای مثال، ببین الان این قیمت جفت ارزها، ببین 4 رقم اعشارش قیمت از 1.1050 شده 1.1052. اسپرد یعنی اختلاف بین خرید و فروش این جفت ارز 2 پیپه. مثلا روی طلا، این الان قیمت طلا 3201.31 3201.54. می‌بینید اختلاف خرید و قیمت 54 منهای 31 میشه 23 پیپ. این اختلاف بین خرید و فروش. حالا برای اینکه بهتر متوجهش بشی، ببینید فضای متا تریدره. شما وقتی وارد متا تریدر قسمت نمادها که میشین، اینجا میبینید که روی نماد طلا اسپرد رو زده، اسپردا رو زده. شما هرچی اینجا نمادا رو اضافه کنید اسپرد است. حالا امروز بازار کلوزه، یک شنبه است من دارم این ویدیو رو میگیرم و از روی بخش تنظیمات میتونید این خط اسکوبیدتون و تیکشون رو اینجا بزنید، شوبید اینا و شو است. وقتی که میزنید این 2 تا خط ببینید اینجا براتون اضافه میشه. این همین اختلاف بین خرید و فروشه. نکته خیلی مهمش که باید راجبش بدونید اینه که شما وقتی معامله بای رو میزنید، اینجا وقتی معامله بای رو میزنید و براتون میخواد معامله باز بشه، از خط اسکتون، از این خط بالاییه، یعنی گرونتر براتون میخره. پس وقتی بای میزنید از خط اسک معامله باز میشه و وقتی که سل میزنید پایینتر از خط بید براتون معامله باز میشه. بازار حاضره که این قیمت، شما درخواست میدین که داراییتون رو بفروشه، بازار حاضر این قیمت از شما اون دارایی رو بگیره. و این نکته خیلی مهمیه که باید ازش یادتون باشه، استفاده بکنید و بروکرهای سالم خب از این اختلاف خرید و فروش در واقع درآمد دارن. نه حالا بروکرها، این ویدیو اصلا ربطی به چیز نداره، ولی اینم از مفهوم اسپرد. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کنید. خیلی ممنون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.